Isfaron اومدیم از قشلاق خوجه اعلی. Isfaron اومدیم یک شما را خبر گیریم دلبرداری کردن اومدیم. سلام علیکم دوستان عزیز، منم از دیه خوجه اعلی به سفر برآمدیم. به طرف افچ قلچه رفته ایستادیم. بعد آن به طرف دوشنبه می رویم. کولاب، مسچاه برای خانه های همون شخصانی که در همین جنگ قرقیز و تاجیک در دیه خوجه اعلی و در دیگر ناحیه های تاجیکستان شهید شدن. و زیارت خانه های هواها می رویم. البته نوار ما رو تا آخر تماشا کنید و کسانی که کمک خودشان رو یعنی سهم خودشان رو در همین گذاشته بودند، البته همون مبلغ هایی که جمع شده بود از طرف برادران ما همش رو برده به همون خانه ها می سپاریم. مرحمت نوار رو تماشا کنید. چه برگردوندن نمیتونم. ما هنوز استفاده میشیم از چورکو. یعنی مهاجران بچه ها از روسیه یک کمتر باشده مبلغ روی کردیم. همین جنگونده اما از چورکو مایم 11 نفر از دنیا رفتن. اگر در حق همون بچه های مهاجر دوام میکنیتون همین مبلغ این مبلغ مهاجران در حق هم بچه های دوام میکنید. برای چهارش فرزند البته دو کنید. من برادر عزیز، ما به دیه اوچ قلچه آمدیم. من یک نفر یوسوف امیدجان بودیم. من اومده دیه اوچ قلچه آمدیم، زیارت کرد، دیدیم خانوادشان دیدیم. مرحمت من از میریم طرفی دیوشتیچ به برادر به طرف همون طرف سفر میکنیم. انشالله با نوار رو تا آخر تماشا کنید، همش هست. اصلا جان همین مهاجران از روسیه شما این چیز مونده این برای کیروی
دوستانی عزیز، ما در نوحه دیواشتیچ هستیم. من یک دیگه سرباز خونهش اومدیم. من چیزی که شما دیدیتون اومدیم دیدیم همون کامپیوتر پولی بودگی با ما خانواده‌اش دادیم. ما از فرا اومدیم از قشلاق خوجه اعلی. از فرا اومدیم یک شما را خبر گیریم دلبرداری کردن اومدیم. یا دوی فوتیا کنیم گفتیم در حق برادر از راه دور اومدیم نکی. رسول الله وسیله میکنیم و از درگاه میرسیم که همین گذشته مخوانمون و همین برادر پروردگار خدا طریقی رحمت شایسته جنت بکن. مقام منزلت شما جنت و مقصد از جنت دیدار جمالت پروردگار الهی، دیدار جمالت مشرف بگردون. با خانواده ضرورت همه خاندان عمر شما در راه رزق شما وسع البلاغه عراضی سمای در پناه اسمت الفریقی پروردگار نگه دار و چه مراد و مقصد دینی دنیوی داشته باشم پروردگار خود از برآورده خیر بگردم. اللهم اغفر لهم و انت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. و به بندگی بوده دلتون گنده نشوه. ای تقدیر خداوندی همین بوده که جای همه ما همون جای یک سبب میشه، یک سبب خطی این دنیا همین بوده. همین مهاجرو از روسیه اینقدر مبلغ روی کردن ما را التماس کردن که همین شما در رسانیم دعا کنید. شما دعا شما آمین 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 الله اکبر. خداوند مهربان شما را صبر جمیل عطا کنه. من توجه ما حالی با پولوب رفته رو مدر پولوب همه پولوب دارم بچه های یک خوالینی نمینا بودو خدایش نزد تینجه سا دلوتون بندگی شما بندگی بدهید. خداوند همتون صبر کنه. خوالینگ و مومنو بودو اون طرف پولوب میره. بیکار داشته بود کار بدان رو کی رسون وکانتی. همتون نصیب بوده تقدیر خداوند همتون بوده همتون روزی شد. البته روزی شدتون همون جایی که جنگ شد 11 نفر بچه‌های یوش همه مویم رفتن 11 تا. که تقدیر خداوندی تن دادن در کورن. کی میخواست اینا؟ هیچ که نمیخواست. خداوند شما صبر جمیع عطا کنه. مالا حاضر طرف دوشنبه به برمیگردیم. مقام منزلت شد جنت بگردان دیدار خدا در روز قیامت پروردگار مشرف بگردان و باقی مانده ذریت‌ها همه خاندان پروردگار خدا دنبالشان دراز رزقشان وسع بگردان از بلاهای عراضی سماوی در پناه اسمت نگه دار. اللهم اغفر لهم و انت خیر الراحمین. خدا جاش جنت کنه. روزی شوه نکو بندگی بده. آقای همه بچه مهاجرو از روسیه کم باشدن مبلغ روی کردن ما وظیفه دار کردن که همین شما در رسانیم ده ما رو وظیفه دار کردن. هر دعا کنه که ما رو زور آمد ما ولی با خوالین رفتن ما در کره با فرفور رفتن ما در کره همون بچه که دامو جنگی وای شدگیان همونجور یک تا خوالین گرد با فرفور اونجا رفتن ما در کره ده و نوروبود رفتن ما در کره دو تا در نوروبود
همه جای مو همون برای 11 نفر همه جنگ بوده خیلی نصیب نون نصیب بوده خیلی روز تقوی هزار امان بوده هزار امان artıb da ravi kadamız این طرف وایرون گفتن او artıb ravi ما همه خیلی گفتن حاضر به طرف خوالینگ میرویم طرف خوالینگ بر مالا از مومین‌آباد برآمدیم حاضر به طرف خوالینگ میرویم اونجا هم یک دیگه نه اونجا هم یک دیگه شهید هستن بعد خوالینگ نورآباد میرویم مالا از اینجا اومدیم همین کس پدرشان بودیم مالا خوالینگ دهه جنبخت اومدیم مناظ میداریم خانشون با مالا کولوب مومین‌آباد تمام جوشو گذاشته من اومدیم خشوم اینا تو دبیر میشینی شما خداوند شما را صبر جمیل عطا کنه برادر عزیز ما از شهر اسفرا از نوحیه اسفرا از دهه خوجه علا آمدیم همین مهاجرای تاجیک تمام تاجیکستان گویم خطا نمیکنیم کمتر مبلغ روی کردن ما را التماس کردن که همینا به شما رسانه خیلی یاد دعا میکردیم در حق هم مهاجرو اما که یاد دو کشیده همه روز ما رسید به روزی که میگردیم مالا دوستانی عزیز ما خوالینگ حاضر به طرف فرخور میرویم نصیب با انشاءالله با فرخور رفتنمون در کره با نور آمین الله اکبر هزار امان تو من حاضر طرف فرخور بمیریم راه میبریم اینجا قریب که 50-70 کیلومتر اضافه انشاءالله حاضر راه میبریم میریم